فرقش یکو گوشتم گفتن گیر تو پسر خوردی که خانه باید تو بماند شرم سلام چی گپ دعوت کردم اکو من حجت امسام چه حجت حجت برای به این خونه در دعوا نکردن چیا من نمیفهمم این ممکنه خیلی چی گپ این اکو خفه نشو شهرت کاری درست میکند در یک حالی خیلی دو نفر زندگی میکند من هم برای همین کوچیده رفتم من شرایط ندارم میدونی که هر دو میفهمی کو من شرایط اگر شرایطم باشد برونده میرفتم من امکانیت ندارم من کدام کلقیم خیلی فکر کردی حاضر تو برای من فرق نداره شرایط داری یا نداری این دفعه قانونی حل میکنیم خونه خالی کن 2 روز مهلت امضا مان من هیچ باور نداشتم که دادرای خودم منه از خونه پدرم برآورده پیش میکند هیچ باور نداشتم گپ بسیار نکن امضا مان من هم امضا ماندم که امروز که اون نشو برد شد تمام من خلاص چه خلاص حالا همش در پیش نفهمیدم چه امضا کردم تمام خدا رحمتی پدرم پیش از مرگشون وصیت کرده بودن که ما با هم باشیم متحد شویم من و شهرت برای تو یک 3 حجرگی خریدم شوخی میکنی نه به خدا این شوخی نیست من این حجتایی که تو امضا موندی اکو جان بخشش بسیار حوزی من اردو تایکو سرت زده مایده میکنم حوزی